دومین برنامه مهرپیوند است که امروز ما منظور شما میگردیم. سفر ولیف بسیار میخواستم مخلصان ما که کمی باید با حیات و فعالیت شما دونستم. من سفر ولیف سال 1992 در شهر کلوب دهه خانوباد موقع رسیدم. اصلا سوال من همین است سفر جون که میونی بسته‌کاران میونی صنعتکاران معروف میشه. برو از کدام وقت شروع شد؟ یعنی که نیتی کی بود، آرزویی کی بود و انیق‌ترش پیشنهادی کی بود؟ شما یا اینکه شمسین رستم؟ وقتی ما ای دوره دانشجویی گرفتگی بودیم، خیلی با روزگی پروردگار در سال 2022 ما نام همین گروه را موندیم و پیشکشی می‌فرستیم. تاج دخترک رومال بسرک تاج دخترک چکم ببرک برسن عجب رقصد یک دل برک. خب اولین ترانه گروه دوستی کدام ترانه بود؟ کم میتونید زمزمه تو مگر خبر نداری کی میام با خواستگاری تو بگو عزیزی جانم کی خبر داری نداری. سه نمود گریه کنی بهترین در آخر گفتنی هم که منتظر شوید کلیپ غریبی نصیب باشه انشالله با نزدیکی با همراه شمس‌الدین یک سرودی مادر یک سرودی غریبی پیشکش شما میکنیم. میگه روزه همان روزه که چشمانم نمیبینه